مهاجران کاری تاجیک در روسیه با آنکه بودجه اقتصاد خانواده‌های خود را در تاجیکستان تامین می‌کنند، در رشد کارهای سازندگی و آبادکنی روستاهای خود سهم می‌گذارند. منفرش‌کنی این راه دهه بسمانده یکی از دوردست‌ترین روستاهای سوخت هم اساساً از حساب مبلغ مهاجران صورت می‌گیرد. دستگیری مهاجران قطعی من این روز تگی 4 کیلومتر اضافه اسفالت ما پیش گرفتیم. من خدا خواهد به روزهای نزدیک تمام میکنیم. هر یک جوانمرد تاجیکستانی مثال اگر که هر یک دهه آباد کند وطن آباد شده میبرد خدا خواهد. آرزوی درونی خدیاری بسمند این بود که کدام وقت این راهی ما اسفالت پوش میشد. من امروز به آرزوی درونی خلق بسمنده جامعه عمل پوشه. از شهرهای روسیه مثل مهاجرانی که یاری داده ایستادند، رحمت میگویم با آنها عمر دراز بینند. مردم بسمنده از ازل محنتی، از ازل با کارهای صحرایی و کارهای دیه یک دل و یک جان شده محنت کرده ایستادند. مردم دیه با دستگیری مهاجران عزم کردند که همین راه دیه را تا درآمدگاه دیه قلعه دوست که زیاده از 4 کیلومتر زیاده است منفرش کردیم. این اساسا با دستگیری مهاجران خلق خودش هم دستگیری کرده است. برای خدا به شکر همه موافق زندگی خودش موافقی همه ویش یاردم کرده است. من برآمده هر روز کار کردی سادن یا مبلغ پولی دادن یا من کارگرا با خوراکی گرم تامین کردن. این همه کسا خود یگان کسا نکرد گفتن نمیتونیم چون که همه کسا ما خرسندی همین آباده خلق ما قادر همین خرسند که هیچ حد اینکمش نیست.